در برخی از کتاب‌های قدیمی درباره تاریخ افغان‌ها روایتی جالب نقل شده است. البته بسیاری از پژوهشگران امروزی این روایت را بیشتر یک روایت سنتی و نسب نامه‌ای می‌دانند، نه یک واقعیت قطعی تاریخی. در این روایت گفته می‌شود نخستین پسر یعقوب یهودا بود. از نسل او مردی به نام اسروک به دنیا آمد. پس از او به ترتیب اکنور، موالب، فرلای و سپس قیس به دنیا آمدند. بعد از قیس طالوت و سپس ارمیا به دنیا آمد. ارمیا پسری داشت به نام افغانه. گفته می شود نام افغان از همین شخص گرفته شده است. در این روایت آمده است که افغانه همزمان با بخت و نصر زندگی می کرد و خود را از بنی اسرائیل می دانست. گفته شده است که او 40 پسر داشت. همچنین در ادامه این روایت آمده است که سلوم پسر بزرگ افغانه در شام یا همان دمشق زندگی می کرد. اما بعداً آنجا را ترک کرد و به منطقه‌ای به نام قوره مشکون در نزدیکی هرات رفت. گفته می شود که فرزندان و نوادگان او به تدریج در سرزمین‌هایی پراکنده شدند که امروز افغانستان نامیده می شود.